شیر اهرمی با این اهرم هم سرد و گرم میشه هم باز و بسته. خب حالا زیر این چیه؟ زیر این یه دونه پوسته است، پوسته رو باز میکنید، یه مهره است، مهره رو در بیارید، یه همچین چیزی از داخلش میاد بیرون، به این میگن کارتریج. همه شیرهای اهرمی با اینا کار میکنه. حالا برای اینکه کارتریج رو درست انتخاب کنید، نکته اصلیش قطرشه که قطرش چقدر باشه. عمده شیرها که این کارتریج بهشون وصل میشه کارتریج 40 میخورن. کارتریج 40 قطرشه، نوع پایه داره. این پایه استاندارده، این پایه بلنده. از بالا هم اگر نگاه کنید یه مدل اینو داره، یه مدل اینو داره که میله‌ایه. مدل‌های دیگه هم هستن که موردهای خیلی غیر استانداردن. مثلا این کارتریج الان کارتریج 25 مال علمدوشه، مال شیرا خیلی استفاده نمیشه. یا این کارتریج 48 تو شیرای خیلی قدیمی استفاده میشه. حالا 48 میگن، 46 میگن. کارتریج قدیمی تو شیرای قدیمی استفاده میشه. این مثلا کارتریج 35 قطرش 35 پایش بلنده. این کارتریج 35 پایه استاندارده. با داشتن یه اطلاعات اینجوری میتونید کارتریجی که برای شیرتون میخواین رو بخرید.